سلام خدمت بینندگان عزیز، کسانی که دارن این ویدیو را از کانال بنده تماشا میکنن. آموزش امروزمون اینه که چطوری در چت جی پی تی ساینین یا هم ثبت نام بکنیم، چون به خاطر اینکه ایران تحریم هستش اجازه نمیده و جیمیل ایرانی‌ها رو قبول نمیکنه. خب به دو تا برنامه نیاز داریم، یه چت جی پی تی و یه دی ان اس که دی ان اس رو توضیح میدم برای چیه. وارد چت جی پی تی که میشیم، اون بالا ساین اپ رو که بزنیم باید از طریق جیمیل ثبت نام بکنید. روی گوگل میزنید، منتظر میمونیم سایت بالا بیاد. خب اینجا ایمیلمون رو میخواد که من از قبل آماده کردم. بله، پسورد رو باید اینجا وارد بکنیم. بله، خب میبینید که اینجا ما رو میندازه بیرون. برای اینکه این اتفاق دیگه نیفته وارد برنامه دی ان اس میشیم، منتظر میمونیم بالا بیاد. بله، این برنامه دی ان اس هست که از این دی ان اس هایی که من گذاشتم میتونید استفاده بکنید، یا اگه برای شما کار نکرد میتونید داخل گوگل یا سافاریتون بزنید دی ان اس که اولین سایتی که براتون اومد اونو باز بکنید. دی ان اس هست. دی ان اس ها رو که وارد میکنید دوتاشو وارد میکنید، استارتو میزنید. حالا وارد چت جی پی تی میشیم، رو گوگل میزنیم. خب من چون قبلا ثبت نام کردم این جیمیل من اومده، اینو شما میزنید، پسوردتون رو وارد میکنید و بله میبینیم چت جی پی تی برای ما فعال شده. حالا یه تست بکنیم. در انتهای این این مشکلیه که برای اولش ممکنه این تو اون ایرور براتون بیاد، بعد اون گزینه رو که بزنید دیگه براتون راه اندازی میشه. حالا برای اینکه بتونیم از دستیار صوتیش هم استفاده بکنیم، اونم یک ویدیو جداگانه داره که اونم براتون به اشتراک میذارم. خب امیدوارم این ویدیو